کار طولانیه. حوصله کن. پرکار بودن به خیلی چیزا بستگی داره. مهمترینش انگیزه است. وقتی به آینده فکر کنی کم کار میشی. ببین رپ یه اسب وحشیه که سوار کار نداره. نمیتونه کسی ازش تو ایران مایه حلال وار دراره. تا جایی که هنرمند هیچ فرقی با یه خلاف کار نداره. پس هر کی سر میز ما اومد بگو که قرارداد نیاره. اینه که تا قسطا زیاد شد کم کم ورسا کم شد. از اون طرف چه جرمایی که با یه امضا حل شد. یعنی که سلیقه طرف همیشه دخیل وسط. همینه تحمیل نظر نتیجه تخریب اثره. ولی وقتی که از سرت آب بگذره کلن میگی بهتر خودم تکلیفو یک سره کنم. تا اینجا عمرمو ضرر کردم هزینه‌شم میدم. من که تا همینجا اومدم پس بقیه‌شم میرم. منی که از اعتماد بیجا هنوز آبستنم. ولی در نهایت میدونم اینو که باعث منم. دیدم اونا که با خنده جلو میان ناکسترن. در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترم. فهمیدم فقط پدر مادر میگه پسرم دخترم. بقیه که این اسمو ببرن مفبرن. دخترم با ولم کن حرکت کاملا فله. یارو علنی میخواد با چشت رو حاملت کنه. میگه تو پسرم این قدمت رو چشممه. میبینی پاش برسه حاضر کردن تو بشکنه. هر کی میخواد شیکم تو سفره کنه. تا به خودت بیای اون دورای نقطه شده. من دیوونه میرم بیرون ولی عاقل میرم خونه. دیگه هیچی نمیتونه منو غافل گیرم کنه. حتی اون که با شخصیت یه صدای سلامت میگه دارم میرم فلان جا ولی کرایه ندارم. میگه کمک کنم که از بقیه خواهش نکنه. فردا میبینی همونجاست یارو کارش همونه. اینه که شک از تو خیابون و کوچه میاد و مغز تبدیل میشه به هوش سیاه. اینجا بچه تمرین میبینه با یه لحن محکم. اول از همه یاد میگیره اون بیرون همه گرگن. میفهمه فقط خودشو ببینه بقیه همه نوکر. و بالاخره شک به آدم و درون ذات بچه گل کرد. تو اون سن آرزوهاش مثل ناموسشه. ولی نابودی آرزوها میشه آموزش بعدی. یعنی آینده هات بهت تحمیل شدن. بذار منظورم و یه جور دیگه تکمیل کنم. یادم بچه بودم تو جمع یکی صدام کرد. بزرگ جمع بود یکم نگام کرد. بهم گفت میخوای چی کارشی؟ بهش گفتم فضا نورد. گفت پول رو زمین دنبالش تو فضا نگرد. تو درساتو قبول شو فضا مزا پیشکشه. با دو تا جمله میخواست آرزوام هیچ بشه. میدیدم همه نمه میخندیدن زیر لبی. میخواستم که آب شم برم زیر زمین. الانم زیر زمینم وقتی خوردم از همه لگد. حداقل اینجا هیچکی منو مسخره نکرد. اونی که رو نداشت تو داشت ولی میدونست چشه. مدام با خودش گفت از این بدترم میتونست بشه. هرچی بود گذشت فقط جای زخمش مون. مینویسم و بالا میره گردش خون. روزی رو میبینم جوری حالم خوبه که چسبیدم به سقف. اون روز اگه منو دیدی فقط بگو حقش بود. البته شاید فکر بکنی که موزیک شغل منه ولی نه. موزیک یه عشقه که توم شعله وره. ولی در واقع این روزا هدفهام تو بیراه اسیره. سن که میره بالا میفهمی بیمایه فتیره. اسم امرو از فردا نه. میگین چرا؟ خب فردا از ما بهترون میام ما میریم کنار. نمه دورو براتو خالی میکنن و میبینی میپیچن. پس الان آینده رو میسازم. میگیری چی میگم؟ یه وقتی میرسه پیر و چروکیده شی. خطای صورتت راه مرگ و کروکی کشی. میخوام اون روز کنار دریا باشم کف پامو بذارم تو آب و تماشا کنم نوه هامو. تو ساحل باهاشون بازی میکنم گل میخورم. بعد خسته میشم رو ماسه ها شل میکنم. باد خیام میره بالا به یاد ایام. یه حال کمیاب یه حس عجیب داره جریان تو رگام. با این رویا سرگرمم فقط. حقیقت به هم گفت که برگردم عقب. انگار یه تکون یه زمین لرزه منو دوباره برگردون به همین لحظه.
من راه چاهو یاد دادن نه راه و چاهو افتادم تو چاه همونجا رو آب و جارو کشیدم کی میتونست بره جلو بهترم من اینا که اسم بردی همه مثل پسرم من ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن حالا تیکه میندازم واسه ما شاغلم شدن اینا تو وان هموم خونشون ناخدا بودن دم در آوردن واسه ما ناغلا شدن این همه سال کارو بینم کی دید اینا میخوام بگم این زیر زمین اینم کلید میکروفون تو دست تو یعنی اتم دست داعش بهتره که این کلید بمونه دست صابش نظر تو خود جوشه سالم نیست بو میده کد روشه منو نقد نکن از خودتو مایه بذارین 100 تومنی پاره های لای هزاری همین مونده اینا برام تز بدن فقط به دین و لای پرانتز بگم ما خیلی کارا کردیم نگفتیم که ریا نشه این روزا قضاوت هر کی هر رو قیافشه واسه من این قصه ها عادیه همه قاضی شدن این استعداد ذاتیه بری میگن فرار کرد وطن فروش اگه بمونیم میگن یارو اطلاعاتیه زنده باد حاشیه تو مغزش چیاس یارو آدم حساب کار دستش میاد کار درستو میکنی میگن قصدش ریاست کاری هم نکنی میگن قلبش سیاست من کارم غمگینه چون بارم سنگینه کم بوده گذشته‌ام فقط بارت تامینه وقتی سوار زندگیم داره راحت در میره اون لحظه است که خودکارم با کاغذ در میره من رپ نکردم رو شکم سیری واسه کلکل و بچه بازی یکم پیریم اونم قابل احترامه حاصل استعداده چون حرف خاصی توش نیست فاقد اعتباره با رپ میشه در جنگ تاخت با رپ میشه فرهنگ ساخت با رپ میشه رویا رو نشون داد با رپ با کلمه میشه دنیا رو تکون داد مطمئن باش من این واژه ها رو واسه وزن و قافیه به هم دیگه وصل نکردم من این واژه ها رو بالا آوردم از حقیقت تلخی که هست نکردم